من یکی از کتاب‌های ما طب برقرارکنی تاجیک از دوره قدیم تا امروز تا دوره شوروی در تاجیکستان بیمارخانه نبود، داروخانه نبود. بعد سال 1924 با آهسته آهسته اولین دکترها پیدا شدند. بیمارخانه‌ها، داروخانه‌ها. بیشتر مردم چطور زندگی می‌کردند، چطور عمر دراز می‌کردند. ابو علی ابن سینا در شهر بخارا مرکزی تاجیک‌های دنیا و دنیا آمدگی در اساس اثرهای سینا و منم از همین وادی زرافشان هستم که در سرآبی که سینا آب می‌نوشید ناحیه عینی در آنجا هستم. و این کتاب خیلی تاریخ ندانسته ما پیش رفتن نمیتونیم. از آقای پناهی، آقای دکتر پناهی اینجا گفتن که طب چین البته وقتی که ما دنیای به نظر میگیریم دنیا در مد اول همه جا آب بود، سرویس اطیان بود و اولین آبها پایان فرمد کوههای پامیر بلندترین قلعه‌های پامیر 8000-9000 متر بلنده است. اولین آدم‌ها اونجا پیدا شدند. آب آهسته آهسته پایان رفت. حتی بخش‌هایی هست که زبان فارسی تاجیکی ما با زبان تاجیکی حرف میزنیم. اکثر کلمه‌های روسی مثلا برادر، برات، مادر، مات، دسترخوان همه همینا ریشه دارد از کلمه‌های تاجیکی. حالا که بسیار مردم تاریخی که نمیدانند گپ خیلی زیاد کشف می‌کنند. خیلی این کتاب در آینده ما اگر امکانات شود من با زبان روسی نویسندگی هستم چون من عنوان دکتریم در روسیه گرفته هستم با زبان روسی ما با زبان فارسی هم می‌گوییم. این کتاب راهنمای با زبان روسی است، راهنمای طبیبان در روسیه چاپ شده هست. طب امروزه، طب اکادمیکی و طب خلقی را یکجا کرده است. انسان انرژی از کجا می‌گیرد؟ از آسمان، از کیهان، از آب، از درخت، از آدم. همین این بعد چقدر انرژی جاری میشه. با واسطه دست چقدر تبابت کردن نشد. با انرژی بدن. مخصوص چیزی انرژی درمانی گیاها استفاده ما خیلی کتاب خوب است. ببخشید من این سوال میکنم برای اینکه بفهمم این به اصطلاح طبی که شما امروز دارید مطرح میکنید این طب شامل چه ارکانی هست؟ ستونهاشو به من بگید. این ستونها همش ستونهایی که از طب قدیم ما عموما بیشتر آدم‌ها چقدر تبابت میکردن. طب اکادمیکی ما همه 3000 سال وجود دارد، نه 300 سال. آقای دکتر من راجع به طب نوین صحبت نمی کنم. سوال من اینه، یعنی اگر آقای دکتر از من سوال کنه بگه که آقای دکتر پناهی ارکان و ستونهای طب ایرانی پرشین مدیسین رو بگو، من میگم یک دراگ and herbal medicine، یعنی پایه طب ایرانی بر مبنای گیاهان و داروهای گیاهی. یک. دو، پایه یعنی اینا مزیتیه که دیگران ندارن. میخوام عرض بکنم شما زحمت کشیدین. دو، ابو علی ابن سینا گفته است که علم طب سه شاخه دارد. بله. یک گیاه، سخن. و در این موضوع هم من کتاب‌های زیاد نویسندگی هستم. مثلا من نویسندگی چای گیاهی یک گیاه دیگه درد تو خود دوایی. هرگاه که نوشم دردم شود کم، از جسم و جانم دور می شود غم. چای گیاهی داد خدایی تو هم غذایی تو هم. قسمت دیگر تاثیر سخن درمانی هست. سخن نباشد ما با هم اینجا متحد نمیشیم، نه دیگر رو نمیفهمیم. سخن گاهی گزد مانند آرو، سخن گاهی بگیرد جای دارو. هر آن زخمی که از تیغ زبان است دوایش هم سخنهای روان است. و قسمت سوم این جراحی کردن است. وقتی که استخوان میشکند خونروی میشن حتما جراحی. علم طب عموما سه شاخه اساسی. حالا من اینم میگم چون داریم تبادل علمی میکنیم. در پرشین مدیسین یا طب ایرانی مبنا 4 ستونه، 4 رکنه. یک هربال اند دراگ مدیسین، یعنی بر پایه گیاهان و داروهای گیاهی، چون گیاه دارویی با داروهای گیاهی متفاوته. دو، بر مبنای اعمال یداوی، یعنی کارهایی که با دست و بدن انجام میشه. مثل چی؟ حجامت. مثل چی؟ زالو درمانی.
مثل چی فصل رگ زدن، مثل چی دلک و قمز یعنی ماساژ ایرانی. خب پس دومین رکن در پرشین مدیسین اعمال یداوی، کارهایی که با دست انجام میشه. سومین رکن میخوام با اشتراکاتمون رو در میون بذاریم. سومین رکن در علم پرشین مدیسین مبناش مزاج شناسیه. یعنی چی؟ یعنی ما باور داریم که طبیعت بر مبنای 4 مزاجه. طبیعت شامل انسان میشه و هر آنچه پیرامون اون هست. 1 گرم و خشک، مزاج گرمی، خشکی، تری، سردی، عرض کنم اینها رو میگم 4 مزاج اصلی طبیعت. آموخته مجازها هست و اینها که با هم ترکیب میشه تبدیل به 16 مزاج متنوع میشه که فرعیه، ولی ارکانش بر مبنای آب، باد، خاک، آتش در طبیعت تعریف میشه. همون خشکی، به اصطلاح گرمی، تری، سردی. بنابراین در فرهنگ ما هیچ طبی، چه طب یونانی، چه طب هندی، چه طب چینی، هیچ کدومشون به این غنایی که طب ایرانی یا همون پرشین مدیسین، من راجع به وقتی میگم پرشین مدیسین راجع به ایران الان صحبت نمی کنم، من راجع به ایران زمین صحبت میکنم. یعنی دارم راجع به اون امپراتوری بزرگ ایران شهر، بله، از خاور دور تا عرض کنم به وجود شما که آسیای میانه و از این ور هم. خب ما در اینجا من میخواستم کتابای خودم رو من در خدمت کنم. این کتاب گفتم اینا رو مبادله کنیم که این کتاب در مورد مناسبت‌های جنسی است. بسیار عالی. مناسبت‌های جنسی برای اینکه بسیار آدم‌ها قانون و قاعده‌های عالی‌ترین مناسبت‌های جنسی نمی‌دونن. اینم آموزاندن در کار. بعد حالا مسئله بی‌نسلی هست. مثلا اینجا سکس و تراپی هست، بیمارانی که فقط با اصول سکس شفا می‌برن. این از جهت علمی اثبات شده است. من اینجا برای شما دقت شما در تاجیکستان آسایشگاهی هست با نام خواجه آب گرم. در آنجا آب ردان می‌برن. طبیعت خودش طبابت می‌کند. در آنجا بیمارانی که بغم درد هستند، آسم هستند، دق نفس و بی‌نسلی دیگر که طبابت می‌کنند. در دنیا فقط حاضر در تاجیکستان این ماندنی. چیه؟ گرم چشمه آب گرم، ردان پر از زمین می‌برد خودش. بله. طبیعی. چشمه‌های آب گرم. ببخشید من برای اینکه فرهنگمون رو ببین چقدر مشترکه، من بگم با هم دیگه شیر کنیم یا تبادل کنیم. فرهنگ درمانی در ایران، خب 4 مدل ما فرهنگ درمانی داریم، یعنی متد درمانی داریم. 1 طب نوین، همین چیزی که الان داریم بر مبنای کتاب‌های هریسون، نمیدونم جراحی ها انواع. 2 مبنا درمان با تندرستی، یعنی چی؟ یعنی سفر به نقطه‌ای که حال آدم خوب بشه. 3 درمان با طبیعت درمانی، یعنی چی؟ آبهای گرم. ایران از معدود جاییه که همزمان شما با 1 ساعت سفر میتونید به همین آبهای گرم برید برای درمان، همزمان 1 ساعت سفر کنید برید کویر و کویر درمانی. یعنی چی؟ یعنی اصلاح مزاج بکنید با کویر. همزمان شما میتونید با 1 ساعت سفر در ایران برید حوض سلطان قم، یعنی برید آب نمک درمانی کنید. در ایران هم نمک درمانی 2 جور هست، نمک درمانی با آب که حوض سلطان قم هست، نمک درمانی خشکی سنان. عیناً در تاجیکستان منظورم اینه که تشابهات رو دارم اینا رو بفهمید. پس تا اینجا خیلی چیزا مشترک. بله. اینجا کتاب من با نام سرطان تبابت شونده است، یعنی رگ تبابت شونده. امروز در بسیار جاها گام میزنن که سرطان تبابت نشونده، چون که زیرشوری بیمار رو برنامه میمونه و ناز نمیشه. وقتی که بیمار خودش برنامه‌اش دیگه کرد و آسته آسته شفا می‌یابد. و در صفحه یوتیوب کانال من هست خانم بیماری که سرطان سینه 3 درجه بود، میگفت که اول شعور من تازه شد، بعد من با اصول دکتر طاهری شفا یافتم. حالا همین سرطان رو هم داشته باشید، یعنی کمک حال ما هست. بازم یکی از اشتراکات ماست. ما در طب نوین که الان طب غربی ما اومده تو فرهنگ ما، درمان‌های ما در طب نوین شیمی درمانی.
درمانهای دارویی شیمیایی. اما در طب ایرانی مبتنی بر اصلاح الگوهای رفتاری، اصلاح الگوهای تغذیه‌ای و اصلاح الگوهای خلقی، یعنی کیفیت خواب تنظیم بکنید. بعد عرض کنم به حضور شما که یه سری موارد رو نخورید، برعکس یه سری موارد رو بخورید. استرس، همه اینا با شما اشتراک داره. اینجا البته با زبان روسی من دوامش جمعه اصول طبابتی بیماری‌های سرطان با متد دکتر کار من از روی همین برنامه در تمام جهان ترینینگ آموزشی می آموزم. چطور آدم باید 100 سال عمری بیمار نشود. این حتما عمل شونده هست و باید ما این از مکتب بچه‌های آموزانیم اونا سلامتی حفظ کرده تا اونا حتما حساب میانی عمری انسان 100-150 سال است. اصول خنده درمانی، طبابت با خنده. در حالتی که من ربایی نویساندم که لفظ خوش گفتن خوش است گر شخص عادت میکند. جسم جانی کس ز حرف دوست راحت میکند. در حضور دوستان گویم سخنهای لطیف، خنده هم داروست انسان را طبابت میکند. ما در حالا استاد من یه جمله عرض کنم. ما در فرهنگ طبابت ایرانی خودمون رایحه درمانی داریم، یعنی عطر، رایحه درمانی، موسیقی درمانی داریم. پدر بزرگ من چنان نی میزد که کاروان شتر که رد میشد مینشست و شتر گریه میکرد. اون ساربان میمد به پدر بزرگم میگفت که قطع کن که ما بریم، نمیرن این حیونا. یعنی میخوام بگم اون زمان هم پدر بزرگ من هم دارای یک موسیقی درمانی بالا سر بیمارا روحیه‌شون رو بهتر میکرد و کاملا درست. تشکر. یک باب کره علمی من هست، موسیقی درمانی هست. در زیر تاثیر هر خیل موسیقی هست چه تبادلات میشه در من داره اختراع کردگم با نام زمک دکتر طاهری. این مینرال هست، این طبیعی هست، ترکیبش 65 تا ماکرو میکروالمنت داره، طلا، نقره، کالی، کلسیم، مگنی، آلومینی، همه این چیز هست. این برای مردم خیلی مفید و بیماری‌های زخم معده، روده، بواسیر و کیستر بسیار خوب طبابت می‌کنه. اینجا با نام بلزم دکتر طاهری این ترکیبش 9 گیاه دارد. ما میخوایم که در ایران اینا کارمندانه این چیز دیگر فیرولا، این شیره کمال عکسش اینجا هست. خوش در دوره شوروی 7 نفر کار علمی کردن، اثبات کردن که ضد سرطان است. چی؟ اسمش چیه؟ کمال هینگ، اوانا هینگ میگن، ما شیره کمال میگیم، با روسی فیرولا هست. من اسمشو دقیقا نمیدونم. حالا ما اینا شما بعداً در میاریم. اسم داروش فرولاست. یه دارویی به نام فرولا که این مشخصات داره. این کتابی آرستیلا قیمت‌تر است. من این کتاب شخصا جناب پرزیدنت ما کتابو خواندگی هستن، چون که داروی رقمی یک آب هست. آب این بهترین دارو هست. منظورش اینه که آب از طلا قیمتش بیشتره. اینو دارن میگن. اگر ما مردم تکنولوژی آب نوشیدن فهمونده تیم یاد گیرن، عموما مریض نمیشن. و ماشین بنزین میارزه و آدم آب بیوسته با انرژی مبادل میکنه، ما با حرکت میکنیم. بعد نمودهای آب هست اینجا، نمودهای آب‌های زیر زمین، آبی برف، آبی باران، آبی بحر. خلاصه این کتاب خیلی نمود حقوق است. این کتاب همچون کتاب درسی برای دانشگاه طبی تفسیر شده است از جانب وزارت تندرستی. حالا من یه چیزی عرض کنم خدمت شما. ببینید ما در حوزه طب ایرانی خودمون برای آب یک ارزش خیلی بالایی قائلیم. یعنی این بچه اشتراک ما با شماست آقای دکتر. اما یه امای خیلی بزرگ. اما در حوزه طب ایرانی به هیچ عنوان برای همه افراد مصرف آب رو توصیه نمی‌کنیم. زیاده. چرا؟ باید آب رو در طب ایرانی بر مبنای مزاج افراد توصیه کرد. یعنی افرادی که غلبه بلغم دارن، غلبه سردی دارن، غلبه تری دارن، آب اگر زیاد بنوشن
اینها دچار بیماری غلبه بلغم میشن، غلبه رطوبت میشن و اینا مریض میشن. بنابراین آب رو با همه خواصش و انواع مختلف آب رو بر مبنای مدلی از بیمار با تناسب مزاجش توصیه میکنه. تشکر. اینم در اینجا هست. این کتاب دیگر طب و طبابت. طب چیست؟ طبابت چیست؟ همه در دست خود انسان هست، در دست طبیعت، در دست خود. اگر انسان ها اینا یاد گیرن عمرشون رو دراز میکنن. این اسرار اویله‌داری و طبابت بی‌نسلی. امروز آدم ها خیلی زیاد بی‌نسل هستن. ناباروری. در اینجا بهترین چیزا هست. مثلا همه روغن دنبه برای حاصل شدن سپرماتوزوید ضرور است. اگر هر یک مرد روزی 20 گرم خورده است با لوبیوگی، از لوبیوگی تیار میکنن داروی سپرم اکتیو. همین چیزی طبیعی، اون چیزی که ما شیمی میتیم برقرار میکند سپرم. اختراع زیاد میشه. حالا من یه چیزی هم راجع به این بگم. بهتره اینجوری الان داریم هی تبادل میکنیم. ببینید ما که داروهای بسیار خوبی برای تقویت قوای جنسی داریم. و بهش میگن لوبول صغیر و خیلی چیزایی دیگه. اما یک چیز منحصر به فرد ایران داره و اونم چیه؟ هیرودو هست. هیرودو تراپی، زالو درمانی. در طب ایرانی برای اینکه گردش خون ناحیه تناسلی خوب بشه ما از دو روش استفاده میکنیم. یک، زالو درمانی در اطراف ناحیه تناسلی. دو، زالو درمانی در دنبالچه. دو روش دوم حجامت هست. حجامت در ناحیه دنبالچه و بادکش کردن اون ناحیه برای اینکه خون رسانیش جور بشه، ناباروری آقایون رفت بشه. کتاب دیگر گلدسته دوا. تمام آنچه که در طبیعت هست گیاها اینجا آورده شده است. این 100 درد و 100 درمان. هر یک درد درمان خود را دارد. این دردهای جامعه ما، بدبینی، بخیلی، بسوچی، دروغگویی، فریبداری، این هم بیماری هست. باید ما این ابایم برای اصولش در اینجا دادگی هست. ما میدونیم به این چی میگیم؟ خیلی جالبه، این نکته خیلی خوبیه. ما به این میگیم افرادی که از نظر مغزی سودایی هستن، یعنی طبیعت و خلقت و هر چه پیرامون اون هست و به منفی ترین شکل میبینن، اینها مریضن و باید درمان بشن. اینها خوبی ها رو زشتی میبینن، روشنایی رو تاریکی میبینن، برای یک سفر ساده مشکلات برای خودشون درست میکنن و پیرامونشون رو کلا منفی میبینن. بهش میگن غلبه سودا. سودا در طب ایرانی به چه معناست؟ سودا در طب ایرانی اینه که انسان زمانی که مغزش و اعضای رئیسش مثل کبد، مثل قلب، مثل طحال، مثل اعضای رئیس طحال، بعضی از حکما اعتقاد دارن که جزو اعضای رئیس است، ولی کلیه ها، قلب، مغز، اینها اگر به خشکی و سردی بره، سرد بشه مغز و خشک بشه، غلبه سودا پیدا خواهد کرد. بنابراین شروع نقطه بیماری که استاد فرمودن. اینجا نشأه‌مندی و عاقبت‌های اون. چی آقای دکتر دوباره بگید؟ آدم‌هایی که نشأه می‌کشن، یعنی مواد مخدر کشیدنی، آنها عاقبت‌های اون به چه آورده می‌رسند؟ مثلا من در قریب در داغستان بودم، یک نفر اون نشه‌کش 10 سال می‌کشیده است. بعد حاضر آدمای طبابت می‌کنند. من گفتم چرا تو از کجا مبلغ می‌یافتی؟ گفت که پول‌های طلاهای زنم می‌دزدیدم، رفتم می‌خریدم، می‌آوردم، می‌کشیدم. بعد دیدم که اکثر همراهای من مردن، اکثر ترمه شدن، محبس شدن. من بس کردم، اراده پیدا شد، حاضر خودش اون نشوات تاور می‌کنه از تجربه خودش. این هم کمک است. اینجا من دیگر کتاب‌های شعری دارم، شعرهای بدیعی هست، دیپلم هست. اینا من وقتی زیاد نمی‌گیرم. انا این کتاب آخران هم یک گپ زنم. من بگم. بفرمایید. اینم بگم در جواب استاد. بذار آقای دکتر صحبت. ببینید ما در طب ایرانی کسی که مسلط به این حوزه باشه و میگیم طبیب حاذق، اگر دانش دیگه ای هم داشته باشه بهش میگیم حکیم. یعنی علاوه بر طبیب بودن حکیم میشه. اگر هم حکیم بشود میرسه به یک درجه ای از به اصطلاح توانمندی که این جمله رو میگه
میگه درمان حکیمانه از ما، شفای کریمانه از او. آفرین. یعنی آخرش هم متصل به اون بالایی میشه، چون اصلا تفاوت پرشین مدیسین، طب ایرانی با تمام طب‌های رایج، حتی طب مکمل و طب سنتی کشورها، در اینه که ما اگر درمانی رو به اصطلاح برای کسی مد نظر میگیریم، علاوه بر داشتن دانش طبابت، علاوه بر داشتن اون حکیمی و حکمت، باید اتصال به بالا باشیم و شفای کریمانه رو از او بخواهیم. اینجا من یک چیز اضافه کردنی هستم. علم هست با نام کسمو انرژتیک. من با کسمو انرژتیک علاقه دارم. وقتی که آدم میفته جان وای مسافت 100,000 کیلومتر بالا میره. در اونجا میدان انرژی آدم‌های مرده هست. و آنچه که خدا از بالا انرژی 200 کانال هست میفرستاند، آدم‌ها خودشو بازار شفا می‌یابند. این همه چی با قدرت خدا هست، بالا هست. و اینجا کتابی که من نوشتم سلامتی نگاه کردن رو یاد بود. این ریشه یک هست: بهار، تابستان، ترما، زمستان. اگر ما اینا آموزانیم، آدم‌ها یاد گیرد، سال میانی عمر انسان 100-150 سال است. این آموزش میخواد. آدم‌های حتما آموزش کردن در کار، آموزاندن در کار. امروز من در ترینینگ هایی که امروز میگذارم در سطح جهانی، آدم‌های میآموزم. آدم که یادگیری خودش بیماریش خوب میره. من این رابطه که امروز ما با شما داشتیم، من این آقای کروش پویانا هم 400 تا کتاب نوشته است، روی چاپ میشن. هر یک که اونجا شما گفته زورو درمانی، اورو درمانی، ما اوری اصلا کتی میگذاریم. زنبور درمانی که در ایران هم بسیار رایج، حتی خیلی متدهای زیاد. منم امروز برای چی عنوان قهرمان خلق داغستان گرفتم. من آدمای آموزش دادم. هر یکی که درسای من گوش کرد و سالم شد. بیماری سرطان هم نشد، بیماری پسریاس، پوستی هم نشد. زیاد بیمارها نشدن. برای همین مردم آموزاندن در و کی باید آموزاند؟ متخصصی ورزیده، که دانش کامل دارد، فهمانده دادن دارد، تجربه کلان دارد. برای همین ما بین ایران و تاجیکستان یک رابطه خوب پیدا میکنیم و امروز من رئیس اتفاق بین المللی نویسنده ها و طبیبان، حالا 230 نفر اعضا دارم. بهترین مردم دنیا که دانشمند هستن من متحد کرده هستم. از آن جمله ما شما، من با عضویت شما قبول میکنم. اساسا مقصد و مرام ما عمر دراز دیدن، سالمی، صلح در تمام جهان، سالمی، دراز عمری.